به نام خداوند بخشنده مهربان، دوستان گرامی، حلقه های آینده ما درباره شخصی خواهد بود که بزرگترین شخص و شخصیت در طول تاریخ از آفریده شدن آدم علیه السلام تا روز قیامت است. شخصی که الله تعالی به حیات او قسم خورد و گفت لعمرک انهم لفی سکرتهم یعمهون، یعنی به حیات تو من قسم میخورم. شخصیت بزرگی است محمد صلی الله علیه و سلم. و شخصی که الله تعالی گفت لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه، یعنی برای شما و در پیامبر و در حیات پیامبر صلی الله علیه و سلم یک الگوی نیکی هست. انسان است که باید پیرویش کنید، برای خود پیشوا گیرید، برای خود امام گیرید، برای خود مقتدا گیرید. درباره شخصی است که اولین شده داخل بهشت می شود و شخصی است که مردم را در روز قیامت از حوض کوثر سیراب می کند و شخصی است که از پیروی کردن او ما در قیامت سربلند می شویم. قصه مردی هست که به آسمان برآمد، قصه مردی است که آسمان هفتم رو گشت، مردی که به سدرة المنتهی رفت که بعد از اون یگان مخلوق اونجا وارد نشده است. مردی که اولین شده جنت و دوزخ را دید، به چشمان خودش جنت و دوزخ را دید. پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم اولین انسان است که داخل بهشت می شود. حلقه های آینده ما بسیار شوق آور خواهد بود. کسی خواهد که فرزندش تربیت نیک دهد، کسی خواهد که مردم به اسلام تربیت کند، باید به سیره پیامبر صلی الله علیه و سلم روی آورد. سیره پیامبر صلی الله علیه و سلم این هم عقیده هست، هم دعوت هست، هم شریعت است، هم اخلاق است، هم تربیت هست. زیرا الله تعالی در حق پیامبر صلی الله علیه و سلم میگوید و انک لعلی خلق عظیم، یعنی از بالای 7 آسمان الله تعالی گواهی میدهد که محمد صلی الله علیه و سلم دارای اخلاق خیلی والا و بالا هست. پیامبر صلی الله علیه و سلم اولین شخصی هست که روز قیامت با شفاعت او حساب کتاب خلایق شروع می شود و صاحب شفاعت است، صاحب مقام محمود است. یعنی یک انسان محدث وقتی خواهد که حدیثی از پیامبر صلی الله علیه و سلم برای نقل کند، حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم سخن پیامبر است، سخن او یکی از جزئی از روز و حیات گذرانده پیامبر صلی الله علیه و سلم است و حیات پیامبر این سیره پیامبر صلی الله علیه و سلم است. حتی اگر قرآن هم نظر کنیم وقتی بعضی آیات هم به آیات برای اینکه ما آیات ها را فهمیم درک میکنیم که آیات در روز از روزهای پیامبر صلی الله علیه و سلم نازل شده است و چگونه گفتیم روز از روزهای پیامبر صلی الله علیه و سلم این سیره است. بنابراین علم سیره بسیار یک علمی مهمی هست. باید مسلمان ها به این به طور جدی سر و کار داشته باشند. خیلی دیری هم قرآن هم تفسیر احتیاج به سیره پیامبر صلی الله علیه و سلم، احتیاج به عمیق‌تر و ژرف‌تر فکر کردن در هر لحظات از لحظات حیات و فعالیت پیامبر صلی الله علیه و سلم است. توسط سیره ما لذت اسلام رو میچشیم. سیره یک علمی است که وقتی مسلمان ها از این علم دور شدند، وقتی مسلمان ها از این دور کرده شدند، خفا موندند. هم از جهت سیاسی، هم از جهت اقتصادی، هم از جهت اجتماعی، همه طرفه. چرا که سیره پیامبر صلی الله علیه و سلم همه این جنبه ها رو در پیش می‌گیرد. پیامبر صلی الله علیه و سلم در همه این دست بالا بودند. یک شخصی بودند که هم در انسانیت، هم در شجاعت، هم در عبادت، هم در بندگی و هم در انسانیگری دست بالا بودند. کسی مثل پیامبر صلی الله علیه و سلم تا غربی ها هم این رو اعتراف کردند. بعضی از که خاورشناسا گفتند که محمد یگانه انسان در طول تاریخ است که حیاتش مثل آفتاب روشن است. یعنی از زمانی که تا زمانی وفاتشان همه لحظات حیاتشان نگاشته شده است و انسان ها از آن اطلاع دارند. یعنی علم سیره بسیار علم مهم است، خصوصا در این زمان ما، در این زمانی که انسانیت از همه جهت، از جهت اخلاقی، از جهت انسانیگری و از جهت تربیه و یک بحران روبرو شده است. نه تنها بحران اقتصادی است، بحران تربوی هست، بحران فکری هست، بحران اخلاقی هست، بحران سیاسی از همه طرفه. ما با آموختن سیره پیامبر صلی الله علیه و سلم میتونیم همه این بحران ها رو برطرف کنیم. چون که پیامبر صلی الله علیه و سلم آمدند تا اینکه به همه این مشکل های بشریت جواب گویند و شریعتی آوردند که به همه این مشکل ها جوابگو هست. این یک مقدمه کوتاهی بود درباره علم سیره. اینجا اگر شما ملاحظه کرده باشید ما کلمه علم را استفاده می‌کنیم. سیره نیز علم است. این سیره فقط قصه و داستان و گوش کردن و لذت بردن نیست، بلکه یک علمی هست. وقتی ما به سیره همچون علم نظر می‌افکنیم در این صورت می‌توانیم که ما
از بحر بی‌ساحلی حیات پیامبر صلی الله علیه و سلم برای خود درس‌های تربیوی و درس‌های اخلاقی و درس‌های اجتماعی و همه نمود خوبی‌ها را برای خود کشف کنیم و آن را در حیات روزمره خود پیاده کنیم. خلاصه دوستان عزیز، مقدمه بود و انشاءالله در هفته‌های آینده ما شروع میکنیم به بررسی کردن سیره پیامبر صلی الله علیه و سلم. برای شما از خداوند تعالی نیکی خواهانم. الله تعالی شما را در پناه و عصمت خودش نگه دارد و صلی الله و سلم علی نبینا محمد.